سلام علیکم. سلام علیکم. دوستون دارم وجود تا بسر عجب برنامه تریپیه. بدخواه داشتین بسیجی مسیجی این دور برا پلکیده شناسنامه‌شو بدین. حشمت خان جواز کفن و دفنشو صادر میکنه. راستش چند روز بود با برابش تو ویتینگتون بودیم. عذر میخوام. ببینم کیه؟ ببخشید. الو کی؟ مهدی تویی؟ جون من خیلی تابلو ترمیناتور. ببین مهدی صدا نمیاد ولوم بده. نه بابا پس اینطور باشه این یارو سیدلی شنبلقوزی 2 روزه فیده. آمالشو دارم. چپ و راست دارم میخورن دیگه. آره نه میگن این یارو کوسه هم تریپ راحل برش داشته میخواد دوتاشه. دکترته. آره نه این انتری نجات فرچه هم که 30 ثانیه دوده. خب مهدی اینطوری باشه باید یه 6 و 8 بیان که. مهدی ببین گوشی دستت منو با یه 6 و 8 تو تلویزیون داشته باش. شاکرتم. بابا حالا ما چی نگفتیم؟ شما که آمارشو داشتی چرا چی نگفتی؟ بازم نشستید که باز چی میشینی؟ 6 و 8 بگی که اومد بگی. اگه آسیدلی دست ازتون برداره وای وای وای، اگه توی عراق نتونه بوم بذاره وای وای وای، افتضاح بار میاد باباشم در میاد وای وای وای، هرچی ملا خور شده از یه لوش در میاد وای وای وای، حامله خماره طاقت نداره والا. آخه این بازی ها دیگه اثر نداره وای وای وای، ریش و پشم و عبا دیگه ثمر نداره وای وای وای، افتضاح بار میاد باباشم در میاد وای وای وای، هرچی ملا خور شده از گلوش در میاد وای وای وای، حامله خماره طاقت نداره والا. احمدی انتره شده بیچاره، چشاشو چجوری رو هم بذاره، بهتره بیچاره بره گدایی، آخه اون غیر از این راهی نداره، افتضاح بار میاد باباشم در میاد وای وای وای، هرچی ملا خور شده از گلوش در میاد وای وای وای، حامله خماره طاقت نداره بالا. حالا انجر اتم رو بونه کرده، دل عظما رو دیوونه کرده، بیا سوتش کنیم قعر جهنم، بره اون الهی که بر نگرده، آی بره اون الهی که بر نگرده، خامنه خماره طاقت نداره والا، خامنه خماره طاقت نداره. یک کامیون ارادت دارم خدمتتون تا ترانه بعدی شما یکی رو خالیش کنید تا من برم بعدی رو واسهتون بیارم. عزت عالی مزید. ولی فقیه ارتجاع و تمام دم و دستگاه سرکوبگرش با نزدیک شدن چهارشنبه سوری و در وحشت روزافزون از قیام جوانان قیام آفرین در سراسر ایران هر روز به یه شکلی دارن این وحشت رو ابراز میکنن. هر روز ردیف همینطوری سران نیروی سرکوبگر انتظامی میان از آمار و ارقام و از دستگیری ها و از کشف نمیدونم مواد منفجره و اینها و خلاصه یهو میبینیم که رژیم
کهریزک و اوین نگران سلامتی و ایمنی مردم شده و آنچنان نگران سلامتی و ایمنی که تمام نیروهای پلیس خودشون رو بسیج این کردن که جلوی هر نوع تحرکی رو برای چهارشنبه سوری بگیرن. البته تمام تجارب سالهای گذشته نشون میده که در این رویارویی اون دیگه پیروز هست، مردم و جوانان ایران هستند. خاموشش کن از آتیش خاموش کن 7 با آتیش خاموش کنی که رفت. پماد سوختگی رو بیار، داره میسوزه. صدای آتیش خاموش کن بود. بله، این صحنه هایی که هر سال در شب چهارشنبه آخر سال همه با آزاد دلتنگیم. برای عبور از این تنگنا به سراغ پلیس خانواده آمدیم. دوستان، این شما و این سرهنگ رنگ. آقای مهندس خوب کردی اومدی. بله خیلی متشکرم. کورک هستم، پلیس خانواده. خیلی خوشحالم از اینکه تو برنامه شما شرکت کردم و عرضم به خدمت انورتون که ما در زمینه اطفاء حریق کارهای زیادی کردیم. همین تنگه‌هایی که شما میگفتین ما یه راهکارهای انتخاب کردیم که خیلی راهگشاده. همین زمینه مثلا در زمینه هنری ما کتاب دخترک کبریت فروش از همه کتابخونه‌ها چیکار کردیم؟ جمع کردیم که خود دخترها هم فرستادیم بسیج دارن شعله زرد می‌کنن. یا مثلا در زمینه سینما فیلم میسیسیپی میسوزد، به محضی که وارد شد ما رفتیم جلوشو گرفتیم و خواستیم اونجا اطفاءش کنیم که گفتیم که میسیسیپی میدوزد. گفتن که نمیدوزد. گفتیم پس میسیسیپی بیتی توی مایا. مثلا خود مقام عظمای ولایت هم تعهد پذیرفتن که تو ایام چهارشنبه سوری منقل و زغال و آتش و اینا رو بذارن کنار که خلاصه خب بعدش تزریق میکنن در همبستگی با نیروهای انتظامی. ما این کارا رو کردیم. شما چیکار کردین؟ ببخشید منظورتون رو نمیفهمم. من خودم هم الان نمیفهمم دقیقاً. در زمینه خانواده که کار اصلیتون هست شما چیکار کردید؟ خانواده فرمودید، خانواده خوبن الحمدلله، بد نیستن، دستبوسن، همه اهل بیت اتفاقا سلام رسوندن. دوست داشتم بیان خدمتتون، مخصوصا ناصر کوچیکه خیلی دلش می‌خواست بیاد پیش شما و جنات و سکنات و این خلاصه این سبک کارتون رو ببینه و خیلی خوششون میاد. بله اطلاع دادن که بی‌رده‌ای از همین دور و برا خودشون رو به ما تواصل دادن. ببینیم که چه سوالی درباره آتش و محصولات جدید او دارند. الو شما نگید الو. میگم شما نگید الو. من پلیس خانواده هستم، هر کاری دلم بخواد میکنم. تو نمیتونی برای من تنگی رو من چی بگم چی نگم که من خودم میدونم چی بگم. الو چی جواب نمیده. خب بله از بس گفتی الو که تماس قطع شد. بله تماس بعدی از اون دورا. الو ببخشید من یه بچه 6 ماهه دارم که عرق سوز شده، میخواستم ببینم که پلیس خانواده چه درمانی برای اون در نظر گرفتن و اینا. بله خیلی متشکرم. الو بله خیلی سوال خیلی خوبی بود برای بینندگان عزیز و مخصوصا برای خود شما هم خوبه. به محض رویت همچین صحنه‌ای سریع بچه رو دستگیر میکنید، یه گاز اشک‌آور میندازید تو قنداقشون و بعد سریع زنگ میزنید به سرده. من خودم به شخصه میام خدمتتون و اونجا من میدونم اون بچه. بله خیلی متشکرم. میخواستم ببینم که به عنوان آخرین سوال برخورد پدر مادرها با بچه‌هایی که دنبال حریق و چهارشنبه سوری خانواده‌سوز هستند چجوری باید باشه؟ برخورد باید کاملا قاطعانه و به تندی برخورد بشه. یعنی کاملا قاطعانه باید با بچه چیکار کرد؟ برخورد کرد. مثلا الان شما فرض کن که بچه منی، خدا نکنه به محض اینکه شب اومد خونه مشاهده میکنی که یا متوجه میشی که بوی دود میده. این یعنی چی؟ تو ترافیک بودن. نه این پدر سوخته بازیته. ترافیک کجا بود؟ اینجا پدر مادرها باید هوشیار باشن که علاوه بر اینکه خودش سوخته میخواد پدر خانواده رو چیکار کنه؟ بسوزونه و باید باش در لحظه برخورد قاطع بشه. ولی من آتش بازی نکردم. الان گرمی حالیت نیست. از درون سوختی. باید برخورد قاطع بکن. الان تو بیا جلوتر. چیکار میخوای بکنی؟ من باباتم، نترس. من باباتم. میخوام پدرانه بهت چند تا نکته رو بگم برای بیننده هم خیلی خوبه. مثلا تو میری براش
بله من دیگه عرضی ندارم چون خیلی پدرانه حریق رو اطفا کردم و گردیدم. ولی بعد بوی دود نمیدادن. خب نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. ممنونم از دوست گرامی علی نژادی به خاطر تصاویر جالبی که فرستادید. در حین تماشای این تصاویر اجازه بدید که از فرصت استفاده بکنم و از سایر دوستان پیک شادی که ما رو از پشتیبانی ارزشمند خودشون بهره مند کردن تشکر بکنم. دوستان عزیز پاتریس، علی ایرانی، محمد از استرالیا، سعید صالحی، دوست عزیزی که با نام ABC برامون مطالب طنز فرستادن که فوق العاده مطالب قوی و جالبی بودن. ابوالفضل اخباری نوشته که یه روزی کلاغه رو درخت پیتزا میخورده. روباهه اومد بهش گفتش که چه سری چه دمی، یه آواز بخون ببینیم. کلاغه پیتزا رو اول زد زیر بغلش و محکم نگه داشت. بعد بهش گفتش که اون موقع که تو گولم زدی کلاس دوم بودم ولی الان دیگه لیسانسم. روباهه گفتش که باشه از این میگذریم ولی میبینم که پیر شدی و پر و بالت ریخته. کلاغه تا بالشو باز کرد که پوز بده پیتزا افتاد. روباهه به پیتزا رو برداشت و گفتش که اون موقع منم طلبه بودم ولی الان آیت الله شدم. دوست گرامی زهرا نیلی، اشعار طنزتون رسید، بسیار عالی بود. امیدوارم که بتونیم باز از کارهای شما استفاده بکنیم. از فرهاد نامی هم به خاطر مطالب و تصاویر ارسالی تشکر میکنیم. همینجا به همه دوستان پیک شادی یادآوری بکنم که با توجه به نزدیک شدن برنامه‌های نوروزی سیمای آزادی بیش از پیش نیازمند کارهای جالب شما هستیم و مطمئن هستم که در این زمینه به ما کمک خواهید کرد. آراد از اصفهان، خیلی ممنونم از یادداشت قشنگی که فرستادی. به همه دوستانی که میدونم و میدونی سلام برسون. برات آرزوی موفقیت میکنیم. مهرداد از ارومیه درخواست کرده که طنزهای بیشتری از مولا حسنی نماینده رو دست مونده ولی فقیه رژیم اجرا بکنیم. به روی چشم، حتما در فرصت‌های بعدی از این طنزها هم خدمتتون ارائه خواهیم کرد. ناصر جان ماشین آتیش کن که بریم دیگه. آتش؟ ماشین؟ چرا؟ آیا به عاقبت این کار اندیشیده‌ای؟ ناصر جان تو اینجا باش، من یه سر میرم تا کرجو برمیگردم. آهسته برو، همیشه برو. ماشین را آتش نکن، حتی اگر به قیمت هل دادن تا کرج تمام شود. روابط عمومی پلیس اطفاء کرج، ببخشید، حریق.